کلماتی که بیشتر در سر زبان هست، بالخصوص بین جوانان، که دنیا 3 روز است. در این هیچ شک نیست. حسن بصری رحمت الله علیه هم می‌فرماد که دنیا 3 روز است. دیروز با آنچه بود گذشت، فردا شاید آن را به دست نبیاری و امروز مال من و تو هست، پس کوشش کن تا به هدف خود برسی. اما رسیدن به اهدافمان راه‌هایی دارد. هر انسان اگر این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را به یاد بیارد، راه درست را دریافت خواهد کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید در روز محشر انسان قدم بالا نمی‌گذارد مگر اینکه به 4 سال بعد پاسخ بدهد. این همه ما میگیم دنیا 3 روز است. بدون شک دنیا محل عبور هست، نه محل توقف. اما در این عبور خود باید از قله‌های بسیار بلند فکر کرد. اما قبل از این که روز محشر قدم بالا بکنی، به 4 سال بعد پاسخ بدی. این که الله سبحانه و تعالی پرسان میکند که جوانیت را در چه راهی به پیری رساندی، اونجا باز چه جوابی میخواهیم داد؟ که دنیا 3 روز است و عیش و معیش و لذت زندگی دنیا را بکن. بعد پرسان میکند که مالت را از چه راهی به دست آوردی؟ پس مالت حلال است یا حرام؟ این مال را حرام به دست آوردی یا از راه حلال به دست آوردی؟ سوال سومی که پرسان می شود که علمت را در چه راهی به مصرف رساندی؟ نه مانند اشخاصی که علم را فقط به منافع شخصی خود استفاده می کنند، مردم را درگیر خود ساختند، علمی که نفعشان برای دیگران نمی رسد. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که خیر الناس من ینفع الناس، بهترین انسان ها کسانی است که خیر و نفعشان بر دیگران برسد. سوال چهارمی که پرسان می شود که این جسمت را در چه راهی به مصرف رساندی، در چه راهی پیر ساختیش؟ اونجا چه جواب خواهیم داشت؟ در کودکی پستی، در جوانی مستی، در پیری سستی، خدا را کی پرستی؟ چه وقت برای الله وقت خواهیم پیدا کرد؟ چه وقت خواهیم پیدا کرد؟ چه وقت برنامه خواهیم گرفت به خاطر الله برنامه بسازیم؟ الله برای ما برنامه داده که طبق برنامه ات پیش برو. خالقت را فراموش مکن. این دنیا آنقدر ما را مغلوق ساخته که فقط میگیم دنیا 3 روز است. بدون شک دنیا 3 روز است. این دنیا به هیچ کس وفا نکرد. اگر دنیا به کس پاینده می بود، محمد تا قیامت زنده می بود. این دنیا به هیچ کس وفا نکرده، برای من تو هم نمی کند. پس قبل از این که اسرائیل را به سراغ من و تو بفرستن که روز 4مش می باشد که 3 روز به فرموده خودت هست، پس چیزی باید با خود داشته باشیم که زمان روحمان را میبرد، ملائکه ها باید بالای روحمان دعوا باشد، آنقدر باید آماده باشیم. پس به فرموده خودت و خودم که دنیا 3 روز است، پس بیاین که به 4مش هم آمادگی داشته باشیم تا که به سراغمان مرگ میاد بتونیم با روز 4 آماده باشیم قبل از اینکه بعد الله متعال قبض روح بکند. پس با خود را فریب نده که دنیا 3 روز است و دنیا را از دنیا لذت میبری و در فکر آخرتت نیستی. وقتی خود میفرمایی که دنیا 3 روز است، بر روز 4مت هم آمادگی خاص داشته باش تا مبادا قبل از این که اسرائیل در پشت خانت را بزند و اون وقت دیگه زمینه توبه مساعد برایت نباشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.